درود مجدد خدمت دوست گرامی آقای صرافنیا و به حال ما شروع کردیم که دوباره این گپ خودمونی رو ادامه بدیم در رابطه با آگاهی و اطلاع رسانی به جامعه کوینفوتاوا. همونطور که قبلا گفتم هر کسی که به عنوان یک حالا استاد پیشکسوت قدیمی پا در این راه گذاشته یک سری مسئولیت هایی داره که باید به اونها ادای دین کرده باشه و اون مسئولیت ها رو نسبت به جامعه خودش ادا بکنه و تا اونجایی که امکان داره، یعنی من فکر میکنم ما باید باعث بشیم که این هرز رفتن و به اصطلاح از راه اصلی به دور شدن رو از نظر خودمون به مردم نشون بدیم و بهشون بگیم که این نقطه نظرهای ماست و باقیشو بذاریم به عهده خودشون که به هر شکلی که میخوان درباره‌اش تصمیم بگیرن و برنامه‌ریزی بکنن. درود بر شما. سپاس. من راجع به اون پیش درآمدی که در رابطه با صحبت قبلیمون من یه ویدیویی گذاشته بودم، شما یه مقدار اعتراض داشتی و یه مقدار صحبت کردی. اینو اگه می‌خوای اینو بازش کنی که دیگران هم متوجه بشن. اعتراض که نه، من یه چیزی که اینجا میبینم متاسفانه میبینم که اون هماهنگی که باید باشه خود به خود نیست. این یک. دومم این که هر کسی سعی میکنه پشت سر دیگری به طرز خیلی ناجوانمردانه‌ای ضربه بزنه و اینها طبیعتاً آثار به جا میذاره و همه رو عصبانی میکنه، به جون هم میندازه. و یا مثلا اون میگه الان صرافنیا با من میخواد چیز کنه، با من میخواد مصاحبه کنه. بابا من هیچ کس نیستم، من نه اینجا میخوام ادای یه رئیس جمهور درارم نه چیزی مثل اطلاعات تاریخی. چرا من این کارو به صورت لایو دوست ندارم؟ برای اینکه ببین یه وقتی آدم راجع به این مسئله صحبت میکنه، اون مسئله میخواد به چالش بکشه. من وقتی دارم راجع به تاریخ صحبت میکنم، تاریخ دیگه تاریخه، یعنی چیزی که بوده و هست و خواهد بود. من اگه بیام راجع به یه مثلا تکنیک تو صحبت کنم، بله جای چالش داره، ولی من وقتی راجع به تاریخ سال 1980 این شده، سال 1990 این شده، اینا رو میگم، دیگه چیزی که وجود داره. برای همین هست که اگر کسی بخواد آگاهی بده، منی که دارم با شما کاری میکنم و این شما فردا این ویدیو رو میذارید بالا، این دوستانی که علاقه دارن حالا به هر اسمی برای خودشون یه گروهکی درست کردن، یه سازمانی دارن، 5000 تا 10000 تا فالوور دارن، خب اینا همین ویدیو شما رو هم بزنن بیارش بالا. یعنی اینجا ما تا وقتی که در این تعصبات به سر میبریم و میگیم برای چی؟ نه اون تو گروه من داره صحبت میکنه، اون یکی تو گروه من داره صحبت میکنه، این مسئله. نه ببین احمد جان، این که میگن تو گروه من صحبت میکنی اینا نیست. ببین فرهنگ ما تغییر کرده. در جامعه امروزی ما هر کسی میخواد به قول معروف خر خودشو برونه، یعنی نفع و منفعت خودشو در وهله اول در نظر داره و بعد کاری هم نداره که دیگرون به چه شکلی دارن زندگی میکنن. تا اونجایی که امکان داره همه رو میخواد بکوبه تا اینکه خودش سرش بالای آب بمونه، بیرون آب بمونه. تمام اینها ببینید، من از نزدیکترین افرادی که به خودم بودن تجربه دارم. برای چندر غاز آدما میفروشن. الان هم که این مثلا این صحبت ها پیش اومده، من تو اون ویدیو هم گفتم پشت سر هم دیگه میزنن، میان از من به شما بد میگن، از شما به من بد میگن، یا از دیگرون به این شکل که چی؟ که به یه شکلی خود جای پایی برای خودشون باز کنن. این شده فرهنگ امروزی ایران ما، بد گفتن از دیگرون و جا کردن خودمون در اون زمینه. خب ببین الان من دیگه به این مسئله آشنا شدم، من با این مسئله دیگه کاملا واقف شدم که طرز فکر اکثریت این مردم داخل ایران به چه شکله. روی این از کار خودم رو میکنم، حرف خودم رو میزنم و اگر الانم در حال حاضر دوچار اعتراض اینها شدم یا انتقاد اینها شدم هیچ مشکلی نیست، ولی من میدونم که 5 سال دیگه 10 سال دیگه خود همینها هم میان به حرف من یا به حرف شما میرسن. این
کاملا برای من مثل روز روشنه که حتی اونهایی هم که دارن به این افراد الان گوش میکنن یا ازشون حمایت میکنن یک روزی به صحبتهای ما خواهند رسید، همونطور که ما اون موقع نمیدونستیم و الان رسیدیم. به هر حال مهم نیست که اینها چی میگن و چی نمیگن، یعنی برای من مهم نیست، چون من میدونم هر کسی که این کار رو میکنه فقط و فقط میخواد به یه شکلی همونطوری گفتم خودش رو بندازه جلو و به یه شکلی خودش از این جریان یه سود ببره. اینم من احساس میکنم که هر کسی میخواد بگه آقا بیا مغازه منو ببین، ولی ببین در کل من الان مثلا با عزیزانی صحبت کردم که میگن آقا این کارا نکنید، چی کار دارید، بذارید همینجور که هست بمونه. من نمیدونم، من احساس میکنم که خیلی دوست ندارن این حقایق بیرون بیاد، خیلی دوست ندارن. یه عزیزی یکی از دوستان میگه که جز راست مگو، هر راست مگو. خب بس چی؟ هیچ کار بس نکن، یعنی برو. دقیقاً، یعنی که اصلا بذارید ما همین در این حالت خوابالودگی بمونیم و این چی یک آب باریکه که داریم از این راه به اصطلاح به دست میاریم این باشه پیش ما، یعنی اینو قطعش نکنید. میترسن که فردا اگه مردم بفهمن او گند این جریان در بیاد دیگه اونها اون باشگاه و اون بیابرا رو نداشته باشن. دقیقاً مثلا یه عزیز دیگری میگه که نمیدونم ببین شما اون زمان به ما گفتی اون تو من اون زمان من در صحبت گذاشتم بودم بابا جون اینا که چیزی نیست. وقتی من میگم ما از رو جسدا رد میشدیم که به هدف برسیم، دروغ هم را بود توش بوده، قلوب هم را بود توش بوده، من نمیدونم چیا توش بوده. ببینید من یه چیز خیلی ساده امروز یادم افتاد، شما ببینید کن کفو توان دین من کلام محمد رسول الله فلان کرنش به ابلیس به عالم پیامبر این طرف هاندان ای شیطان هوش نک ابلیس ثابت مطلق. بدبخت بند خدا اون خدا بیامرز آقای ثابتی مطلق، آقای هوشنگ ثابتی و یا تمام اینایی که من میبینم فروزانش هست چیز باشه و خورشید تابناک که زمان بار دیگر اومده، این واقعا مثل که رادان فرال زندی اوزشته نشته. نه چرخ زمان است میبازن زمان به زودی امام زمان و فلان بسا. ما از اینا ببین اینه که من دارم ورق میزنم الان من بالا میگیرم که شما ببینید اینها تماما مدارک و نوشته های خود شخص آقای میرزایی، حتی برای همسرش نوشته، چی نوشته، تمام اینا هست. من همیشه سوالی میکنم، میگم به نمایندگی از 500,000 کنفوکار، شاید برسه به 1 میلیون، نمیدونم. من همیشه سوالی میکنم، میگم شماها آخرسا نپرسیدید که چی؟ آخه شمایی که آقای میرزایی اومدی و این دار دستک رو راه انداختی و بچه ها جمع شدن به طرف کنفو، بعد می عرضه گذاشتی زیر این درخت کنفو بریدی، گفتی آقا هر که به طرف این بره خائن پست فلان بسار، این حرفا وجود نداره، این کار مال مش حنبال و اینا. خیلی خوب، اینو که اصلا بین بردی، یعنی این کنفو رو با تمام کلمات سوگند همراه و سخن پیر و همه اینا رفت به طرف دیگه، رسیدیم به مرحله امام زمانی. یعنی اون گر به خود آیی به خدایی رسی به خود آ شد، گر به خود آیی به میرزایی رسی به خود آ. یعنی محور در اصل هر آنچه که میبینید من محوری شد که آقا همه چی داره دور من میچرخه. همونطوری که ایشون زمانم میگفت ابراهیم همه خانه خدا رو که ساخت، همه دور این خانه میگردن. یعنی در اصل خانه خدا مال ابراهیم بوده، پس اینم مال من، همش مال من. خیلی خوب، به اینجا رسیدیم. ما نباید به این نسل آینده بگیم بابا این یه همچی اعلامیه‌ای که من میبردم تو خیابون میچسبوندم اون زمان صرافنیا که اون زمان قلوف میکرده، بله دروغ میگفته بابا کجای این اعلامیه ربط به هنر رزمی کنفو داره؟ من چرا باید بیام یه انتقام شخصی یک فردی رو بگیرم که حالا آقای میرزایی مشکل داشتیم مثلا با آقای ثابتی، من بیام اعلامیه‌اش کنم بزنم به در دیوار که اگه یه وقتی خانواده آقای ثابتی در چینو اینو ببینه و دلخور بشه و حالش گرفته بشه؟ برای چی؟ این چه ربطی به کنفو داره؟ کجای این هنر رزمیه؟ کجای این بودوه؟ بابا من اومدم کنفو بگیرم، به کجا سر در آوردم؟ به درغوز آباد اصلا آدم نمیدونه کجا اومده بیرون. مثلا میگم نگاه میکنم به این چیزا الان باورم حتی باور خودم نمیشه. میگفتم
ای بابا واقعا ما رفتیم اینا رو نوشتیم تو خیابون زدیم هاندان ای شیطان هوشنک ابلیس ثابت مطلق کنون بین این است از ازل فرازمون ناچیچی ما من مستم دم 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 کن کفو توان جاویدان و نمیدونم راز عالم پنهان از ازل انتظاری است بر همه آدمیان و اینقدر ما آدمیان رو بشریت کردیم این سوال رو این میلیون آدم نمی کنن که آقا که چی کجاست این محصول این راه، محصول این طریقت دانایی، محصول این آقای میرزایی چیه؟ کسی میتونه اینو به ما نشون بده؟ کسی میتونه بگه آقا محصولش اینه؟ اگه یه دفتر کاری اون واز شده بود، اگه چیزی شده بود، خب آقا بله یه دفتری داره و تشکیلاتی داره، بین در کشور فلان و فلان ببینید دفتری دارن، تشکیلاتی دارن، یه گروهی هستن، یه عقیده‌ای دارن، یه ایدئولوژی دارن. این چی بود سر و تهش؟ خب ببین من تو صحبت‌های قبلی هم بهش اشاره کردم. ایشون یک ایده هایی داشت، ایده هایی که خوب بود، ایده حرفای خیلی قشنگی بود، مسائل خیلی خوبی بود، اینا رو عنوان میکرد. ببین احمد جان، ما هر کسی که میاد صحبت میکنه، هر برنامه که داریم، ما که نباید همه رو بگیریم، همه رو در بست داشته باشیم. من به نظر خودم من قسمت های خوب رو برداشتم، یعنی به قول معروف اومدم سوا کردم، اون ایده های خوب رو نگرش داشتم، باقیشو حالا یا متوجه نشدم یا اینکه اصلا به درد خور نبود، یا اینکه بعد متوجه شدم که اینا تبلیغاته، یا اینا متوجه شدم که اینا یه سری مسائلیه که داره برای پیشبرد یک سری برنامه‌های دیگه داره به کار میره، اونها رو گذاشتم کنار. اون ایده های خوبی که داشت فکر میکنم که من خودم از نظر اصطلاح این توان خودم میتونم اینها رو رشدش بدم، میتونم اینها رو بزرگش بکنم، میتونم ازشون به اصطلاح به یک نتیجه برسم، شروع کردم به کار کردن همونطوری گفتم. ولی خب چون در رابطه با صحبت‌های دیگم قبلا اومدم صحبت کردم، طرفداری کردم، تبلیغ کردم، اونها رو اومدم پوزش خواهی کردم، گفتم من نمیدونستم، من طبق اون خاصیت ایرانی ها اونها رو دنبال کردم گفته بودم. ولی الان به این نتیجه رسیدم که این کار منه. کار من اینه که در رابطه با کنفوتاوا، با اون حرکات دست و پا تفکر کنم، جستجو بکنم، روش کار بکنم و به یک حالت ساده‌ای درش بیارم که بتونم با هموطنام کار بکنم یا با کسایی که میخوان رزمی کار کنم باش کار کنم. این مبحث کاملا برای من روشنه. من همیشه هم گفتم یه فردی مثل شما باید بره بگه تو و استایل، تو و کنفو، تو و جلیزاده استایل. برای اینکه همیشه من گفتم که حرکتی که خوب در بدن فرد جلیزاده هست فرق میکنه با حرکت دیگری در بدن یه شاگرد جدیدی. حالا میخواد هرچه قوی باشه هرچه باشه، خب میرید سر حرکات بر سر مرور زمان سیغل خورده، پیچش بیشتری پیدا کرده. خب خود من این کارا کرد. من از همین سامسامه فرم مرد مست رو در آوردم توی همین کانالی که من تو یوتیوب دارم، میشه دید. من از همین سامسامه مرد، چون من هم تجربه کنفو چینی داشتم، گفتم خب من میذارم روی سامسامه، روی که شاگردم پیاده کردم، انجامش فیلمش هم هست. من از همین سبکم خیلی چیزا توش میتونستم درم روش کار کنم. ولی یه زمان دیدم میدونی ته دلم یه گرهی بدی داره با این داستان فرد شخصیت میرزایی و تمام این داستان امام زمان بازی و این مسائلی که بوده. من نمیتونم کار کنم. ببینید ما بین حرف و عمل خیلی فاصله است. حرفهای زیاد و قشنگی توی راه بوده ولی در عمل هیچ نبوده. ما مثلا من اونجا دفعه پیش صحبت کردم که بعد از اینکه مثلا این داستان ترکیه پیش اومد و این داستانی که حتی ایران جمهوری اسلامی هم گفت آقا بیا حرفی داری بیا بگو ما قبول میکنیم بیا، و ایشون دوباره گفت نه و من جدا شدم و راهمو رفتم. و این آقایی که میگفت شما بلند شو توی ایوین تو ایوین شروع کن، بعد از که من از این ترکیه رفتم اینا رو همه دستگیر کردم و هم خونه این بالاخره کشف کرد دولت ترکیه که این کاغذبازی ها و این حرفا و سفارت اینا بالاخره بیدشون کرد، دستگیرشون کرد. خب اینا رفتن زندان. شاگردان ما خب باشون بودن، عزیزان دیگه هم کنار اینا بودن. بعد اونا شروع کردن خب وقتی که قرار صرافی ها بره بمیره، وقتی قرار همه شروع کردن تنها ناجی خلقتون تو زندان. یوهو ایشون گفت آقا دارید چی کار میکنید؟ این حرفا چیه؟
میگیرن پدر مادر میمونه. یا این بچه ها رو میگی گفته نه آقا هدف اینا نیست، این کار رو نکنید، این حرف رو نزنید. خب دوباره همون بازی. جالب اینه که هر کسی که نزدیک شد، حالا میخواد یکی دو تا سه تا پنج تا 10 تا 15 تا باشه، یک دونه اینها نموندن، یک دونه این نموندن. و شاید اینجا دوباره بریم سراغ این مطلب، این که جریان چی شدش که همه شاید برای شما سوال باشه که یه روزی آقا اومد و با مشت زده به صراف نیام و یک شلوغکاری من اصلا بپرسم ازت که این جریان واقعا چطور بوده، چی شد که اصلا ببینید من وقتی که این داستان تموم شده من خب رفتم به طرف یونان و اونجا کارهای دیگه، اونجا هم بدبختی‌های دیگه‌ای که داشتیم و مسائل دیگه که داشتیم. به علت اینکه من اینا رو می‌خواستم تو زندان نمونم، تهدید کردم سفارت ترکیه رو به بمبگذاری و این حرفا. گفتم اگر شما اینا رو چیز کنیم همتون اینجا ترور میکنیم. با بچه‌ای که اون زمان تو یونان بودن این مسئله رو اونا هم دیگه ضبط کرده بودن همه حرفا رو، و دولت یونان منو به عنوان تروریست شناخت. یعنی من هر وقت میگم سازمان ملل مثلا بگم من میخوام پناهنده بشم چیزی، میگفتن نه، و اصلا به من هیچی نمیدادن، نه کمک مالی نه کارت، هیچی من نداشتم و هیچ پولی هم نداشتم بدبختی، برای اینکه همه پولا گوشه بودیم اونجا برای ایشون و اومده بودیم بیرون. این مشکلات حرفای خیلی عمیقی و من چون خوشم نمیاد بیشتر به مسائل خصوصی وارد بشم، این حرفای دیگه ادامه نمیدم. تا اینکه من بالاخره اومدم آلمان و در آلمان هم در شهر بون چندین از این عزیزانی بودن، دوستانی بودن و بالاخره اومدیم اونجا و تا اینکه 5-6 تا 7-8 نفر اون زمان خیلی داغ دور ایشون بودن که تازه از ایشون هم از ترکیه اومده بود آلمان اون موقع. بله دیگه، اینا وقتی که ما آزاد شدن از زندان خود سازمان ملل اینا تقسیم کرد. یکی از این دوستان بلند شد رفت کانادا، یا دو تاشون انگار، یکی دوشون رفتن کانادا، بعد دو تاشون اومدن به ترکیه، یکیشون کجا. اینا رو همه رو خود سازمان ملل، برای که ما فشار آورده بودیم از همه جای دنیا، من اون زمان به همه گفتم شلوغ کنید، فشار بیارید، تهدید کنید. خب اون زمان یه حالت رهبریتی من داشتم برای این کار، گفتم شلوغ کنید، تهدید کنید که اینا رو پس ندن به ایران، و این کارم کردیم همون، و اینا هم پس ندادن و سازمان ملل اینا رو کدوم کشورا میخواد بدید، این به این کشورا بگو. اینا اومدن آلمان، ایشون رو با چند نفر دیگه اومدن آلمان. خب بعدم اینا اون زمان که وارد آلمان شدن، خب بچه آلمانی که بچه‌ای که اون زمان که بود تو آلمان بودن کم نبود، 7-8 تا 10 تایی بودن. اینا همه اومدن و آقا اومده خود دورش جمع شدن اینا. بعد که ایشون گفتش که به صرافی‌ها بگید که حالا که اومدی به آلمان برای من فیلم یمه 2 رو بساز. مصطفی باورت نمیشه وقتی من شنیدم گفتم یمه 2 رو میخوای؟ تو با یمه 1 چیکار کردی؟ یک سری وعده های دروغی. پیش خودم گفتم این آدم کلش کار میکنه، یعنی من بیام دوباره بشینم و یعنی این بردش اومد و به قول معروف برده برگشته و حالا 10 ماه از این 11 ماه از این ماجرا گذشته که من رفتم به ترکیه و به یونان و برگشتم اینجا، یعنی بیادش اینجا دوباره کارش اینجا انجام بده. بابا تو که می‌خواستی ما رو بکشی، تو که می‌خواستی حالا هم بیام یمه 2 رو بسازم. بابا خیلی حرفه، خیلی حرفه. ما تو یمه 1 عالمه وعده دادیم، کدومش انجام شد؟ حالا بیام یمه 2 رو درست کنم؟ منم یه حرفی خیلی زشت چیزام گفتم بهش اینو بگید. بعد اینا اومدن بودن همین بچه‌ای که دورش بودن تو آن کردی که فرعون بود. گفتم آره آقا جون، اصلا من خود فرعونم، ایشون اگه موسی باشه بنده فرعونم، ایشون اگه چیچی باشه بنده اینم. برید بگین این کارو نمیکنه، دور منم دیگه خط بکشه. این حرفو که شنید گفتش که به همه من به دست پلیدترین فرد کره زمین کشته میشم. یعنی فکر کنم اصلا اومدن برای کشتنش. شایعش پیچید آقا به دست پلیدترین فرد زمین کشته میشه. خلاص این هم هست. تا اینکه این دیگه بیقرار بود، دیگه بیقرار شده بود و یه روزی صبح نمیدونم ساعت 4 یا 5 بود، ما هم که عادت نداریم بریم از تو سوراخ چشمی نگاه کنیم به این کی پشت داره. یه درس من در واقعم یه چی تو تاریکی خود تو صورتم دیدم چشمو گرفتم
خواب اومدش تو، معلومه چی میخواد. الان فکر کنم اونایی که عاقل باشن 90% میفهمن که من چی میخوام بگم. با من از هیچ کس حرف نزن اینجا برو. من با همون که با اینکه تو چشم ضربه خورده بود، نه خون میامد چی آره یه مقداری بلندشون گفتم که خودشون همه چی رو میفهمن. دقیقاً اتفاق افتاد. همه 7-8 نفری که دورش بودن دونه 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 رفتن و بعدم از من عذرخواهی کردن، گفتن میبخشی بابا ما هم کلام خراب بود فکر کردیم الان خبری و رفت. و از اونجا به بعد بود که منم رفتم دنبال سرنوشتم و دیگه با هیچ کی تماس نگرفتم. هر کسی، من یه عالمه خب یار و شاگرد و نرباتی آرمان داشتیم، من رفتم برای خودم توی ده و اینا. و میدونید به من چه خبر رسید که میخواد این چی کاره باش تصرف نیا از طرف آقای میرزایی. چی میخواد بکنه؟ صرافنیا یه پیشگویی جدید، خودکشی میکنه. اگر این خودکشی نکرد حق داشت. میدونید چرا حق داشت؟ ببینید شما وقتی یک نفری رو انقدر استعمار کنی حتی بهش نفس ندی که واسه سرشو بلند کنه، خندیدن قدغن بود. اگر ایشون روز خوبی داشت بلند میشد خنده میکرد ما هم میتونیم، ولی وای به اون روزی که تو فاز دیگه بود و ما میخندید جهان در چی داره میشه، چی فلان بسار ما فلان. آقا دوباره شروع میشد خنده قدغن. تعلیماتی که همش اشتباه بود. نگاه به زنها نکنید، شما برای همتون قدغنه. یک سری مسائلی که اصلا انسان نگاه میکنه میگه آقا استعمار. اجازه بده ببین یه چیزی که خیلی من رو شوکه کرده در این رابطه، من زمانی که خب با ایشون بودم کلاساش بودیم و با هم دیگه در اون پادگان ها و میدون های رزمی و ارتشی باش من کمک میکردم و کار میکردم، من حتی برای یک بار نشنیدم که ایشون از دین حمایت بکنه یا از مثلا از امام و محمد و اسلام و اینها حرف بزنه، از نماز اینها، به هیچ عنوان. چه زمان باشگاه پهلوی، چه در باشگاه تاج، چه اون اوایل انقلاب. من نمیدونم چطور یک دفعه این جریان امام زمان و نمیدونم این صحبت‌های عربی و کلمات عربی اینجوری باب شد، اینجوری اومد بالا از طرفیشون. من این یک دونه رو من نمیتونم هضم کنم که چطور یک شخص میتونه از در یک فاصله خیلی کوتاهی از این رو به اون رو بشه. کسی که اصلا نه نماز میخوند، نه اصلا با دین رابطه درستی داشت، نه اصلا میدونی اینها چیزیه که خب اگه من همینجاست که میگم خب خیلی ها میان میخوان دیگرانو فریب بدن، میان مستعصد به دین و مستعصد به اون ایدئولوژی خاصی که دارن میشن و سعی میکنن دیگران رو در اون رابطه به بردگی بکشن، ازشون کار بکشن. من نمیدونم چرا اصلا ما نه اسلامی بودیم نه. ببینید یه چیزی که بود، کل فلسفه مرکزی و محور مرکزی این فلسفه و یا این جهانبینی و یا این عرفان فرد آقای میرزایی کلش با شناخت بازی با کلمات بود. یعنی ایشون از طریق کلمه اسم خودش برای خودش یه چیزی کشف کرده بود که خیلی منطقی بود. من اون زمانی که تو آلمان شروع کردم به چشم باز کردم بعداً فهمیدم که بابا این تنها من مثلا نمیدونستم. خب میگم بعدا ما فهمیدیم که در روز شاید نزدیک به 1000 تا امام زمان یا مسیح جدید تو دنیا متولد میشه هر روز. اینقدر تو آفریقا هستش، تو اینجا هستش. مثلا نمیدونستم، من خب جوون بودم نمیدونستم، سوادشو نداشتم، نمیدونستم از این چیزا زیاده. من اون زمانی که با اینا بحث میکردم که من میرفتم تو این گروه‌های حالا احمد جان حرفتو فراموش نکن. من اینجا یه چیزی گفتی راجب بازی با کلمات.
ببین این جریان رو ایشون اصلا تو ایران هم پایه‌گذاری کرده. یه سری آدمای شارلاتان هم تو ایران هستن، اینا که خودشونو به اصطلاح میان جهانبان و راهبان از اون چیزا معرفی میکنن. اینا هم شروع کردن با این کلمات بازی کردن. مثلا اون یکیشون بود این یارو، حالا نمیخوام اسمش رو بیارم، همه میدونن. این میگفت سنسسرو یعنی سه راه، یعنی سنسسرو یعنی سه راهی، یه راهش اینه، یه راهش اینه، یه راهش اونه. مثلا کامیسما یعنی کام میگفت یعنی صدا، سما یعنی آسمان و از این چرت و پرتا. در صورتی که کامیسما کلمه ژاپنیه. یا مثلا اون سنسسرو، ما اون زمان باشگاه پهلوی نمیدونم یادت باشه، ما ایشون رو سنسی صدا میکردیم، یعنی استاد به زبان ژاپنی. متوجه هستی؟ بعد چطور شده مثلا از سنسسرو هم مثلا اون سنسی میاد؟ بعد چطور شده که مثلا اینا میان؟ چون خودش اومد این پایه‌گذاری رو کرد. نمیدونم یه زمانی میگفت تاوا یعنی طریقت دانایی، بعد میگفت تاوا یعنی تو بیا، ماتو یعنی ضربه زدن، بعد میگفت ماتو یعنی من و تو. میدونی این کیاتو یعنی کی هستی تو. بعد من به یکی از بچه‌ها گفتم خب حالا کیاتو یعنی کی هستی تو، پس یتی کیاتو با چجوری ما معرفی کنیم؟ بگیم یتی کیاتو کی هستی تو از پهلو؟ میدونی خب در نمیاد که. یا مثلا اوسای کیاتو کی هستی تو از پشت؟ میدونی اصلا این تعاریف بازی با کلمات ملت سر کار گذاشتنه. میدونی من حالا یه روز نمیدونم یه وقت دوست داشتید معنای سنسرو رو براتون باز میکنم، یه جهانی باز میشه. نه منظوری که اینها داخل ایران هم یه سری شارلاتان ها هستن، از این جریان بول گرفتن و اینو برای خودشون کردن یک نوندونی، یعنی با این کلمات بازی میکنن، ملتو فریب میدن، ملتو میذارن سر کار. ببین مصطفی جون، من یه چیزی به تو بگم. اگر کنفوتووا این همه شاگرد داره، اگه این همه عرف داره، میدونی چیه داستانش؟ اینه که با تووا میشه هر وقتی بخوای، یارو میامد پیش من 2 تا خدیات میگرفت، باید دنبالش میدویدم که این نره باشگاه کنه. تو هر دهی، تو هر گوشه. این علت این قارچمانند این سبک همینه. هر کم هر چی تو کلش بود. یه چیز دیگه هم هست، یه علت دیگه هم داره. متاسفانه آقای میرزایی وقتی که این سبکشو آورد، اینو مکتوب نکرده، یعنی همینجوری ولنگواز ولش کرد. متوجهی؟ هر کسی هم که یه مقدار زرنگی داشته باشه میگه خب وقتی که اون این کارو کرده چرا من نکنم. هر کسی میاد برای خودش یه شاخ و برگی میده و یک داستانی میذاره پشتش، با 4 تا کلمه رو این ور اون ور میکنه، برای خودش یه دکون بازاری راه میندازه. با کاراتو تکواندو نمیتونی بکنی. نه، چون اونا مکتوبن، اونا ضابطه دارن، اونا مقررات دارن. این جریان ما مقررات نداریم، ما ضابطه نداریم، همینجوری اومده بالا. هر روزم یه حرفی زده شده. هر کسی اون زمان یک شاگرده من تو همین اروپا باهاش آشنا شدم، میگفت پدرم میگفت بیا از من بدبخت بشین تعمیرات تلویزیون یوتیوب بگو. میگفت بابا با این سن و سالت. من به بابا میگفتم برو با این سن و سالت بیا که استاد من رو ببین 19 سالشه یه تکون میده 100 برابر تو پول در میاد. راست میگه اون زمان من پولامو در میوردم از این کارا میکردم، ولی اینا همشون اون زمان من نمی‌دونم. خب اینا همه رو نگاه میکنن به پول در آوردن من و این براشون میشه یه خط مشی برای آینده. یعنی از این راه میشه پول در. واقعا هم در آوردم بعدن هزاران تولید شد. مگه من میخواستم انقدر تولید بشه؟ اومدم بعد اونم مربی شد، اونم مربی شد، اونم استاد شد. حالا مربی همه استادن، همه راهدان و جهانبان و نمیدونم چی بانن. راهدان و آره بله. بابا این سبک فقط تو توبه میشه این کارو کرد. با سبکای دیگه جرأت کسی نمیکنه. هر کی صاحب داره سبک. شما میتونی تو شوتوکان، تو کانزلیو، توی نمیدونم گوجوریو، توی کیوکوشینکای، تو تکواندو پومسه، همه اینا من میتونی الکی بده بگه من اینجا مثلا چیزم. بعدم یک کار دیگه هم که کلا میشه باش کرد اینه که با این حرفا هر کس میتونه مثل یه مولا روزخونی خودش شروع کنه. این مولایی که دروغ میگن یارو میگه آره دم اسب، دم گوش اسب فلانی بسار، یا اینکه اینا کفتره به اون که کفتره گفت اینطور، گربه اون سگه گفت این. هر جفنگیان اینقدر زیاده که نکن. یعنی اینجا میتونن بکنن. یعنی بازی تا ابد ادامه خواهد داشت اگر یک زمانی کلا این سیستم رو یکی خورد نکنه، از نو نسازه.
ولی مسلما خود سیستم خورد میشه اگه همینجوری که داره پیش میره به بی محتوایی کشه. نگاه کن الان فدراسیون ایران یه حرفی میزنه، سبکای من درآوردی بند تومونی یه حرفای دیگه ای میزنن، کسایی هم که تو ایران دارن هر گوشه جوری کار میکنن، هر کدوم برای خودشون، هر روزم یه قانون جدیدی میذارن و طبق اون قانون یه روز پیرن سفید تنشون میکنن، یه روز شلوار قرمز تنشون میکنن، این هر روز یه برنامه‌ای میچینن برای خودشون. به هر حال ولی خب ببین صحبت سر این بود که من خواستم بگم که این فلسفه میرزایی، فلسفه فقط اگه عرفان میرزایی هر چی بخوایم بگیم فقط فلسفه خودمحوری بود. یعنی اون زمان من این کتابای دون خوان رو خیلی به شاگردان توصیه میکردم، کتابای خیلی قوی بود، میخوندم بچه‌ها اینا. بعد مثلا یکی از بچه‌ها خیلی کنجکاو گفت که بیرون تا حالا تو سوال کردی نظر آقا در مورد دون خوان چیه؟ من کتابای دون خوان بردم دادم به میرزایی، یکی از کتابای خیلی خوبش رو صفحه به دیگه است، گفتم که اینو خیلی جالبه شما هم بخونید یه سر بدید. میرم حالا چه هرچی خونده و چه نخونده و بعدم میرزم گفتم که راستی نظر شما راجع به اون کتاب چی بود؟ گفت که دون نخوان یک تایی لب به یک، یعنی ابراهیم لبیک گفت، دو نخوان، دون خوان دو نخوان، یعنی چی میخواد این کتاب بگه؟ میخواد این کتاب بگه که همه تون بایستی لبیک بگید به طرف میرزایی. ما مذهبی نبودیم ولی تمام انگاری که تمام این مسائل مذهبی ایشون میتونست خوب توضیح بده با اسم خودش و روابط خودش و محمد اینو اون خاتم یعنی اینو، و برای همین هم هست من الان بیشتر زمم بر اینه که ایشون باعثی با جمهوری اسلامی خوب کنار بیاد، برای اینکه تمام این حرفا فقط به درد این کشور میخوره، به درد شیعه ها. آقا 96-98% جهان، مسلمین جهان سنی هستند، اصلا امام زمان نمیفهمن، فقط شیعه های جهانن که میدونن امام زمان چیه. فقط شما آشورا که ما میگیم در ترکیه یه نوع سوپ و آشه، آشورا که میشه آشورا به تو میدن، یه نوع سوپ بهت میدن، این تو اونجایی که تو سر کله خودشون میزنن. این فقط تو جهان شیعه است و این جهان شیعه هم داره جمهوری اسلامی به جهان توصیه میکنه و پخش میکنه و سیستم آقای میرزایی فقط به درد جهان شیعه میخوره، یعنی کلمات و این امام زمان بازی ها و اینا جای دیگه این فروش نداره. من فکر کنم تنها جایی که بشه اینو فروخ اونجا، برای همین هم هست که یه همچین گروهایی به نام علم حق و عدالت و توجیه میکنن. من یه چیز خیلی جالب اینه که اون زمانی که بعد از اینکه ایشون در مونیخ بود و نمیدونم دوستان جدید و یاران جدید دورشون بودن، این عزیزان همه زحمت کشیدن، من به همه احترام میذارم. یه دفعه خود آقای میرزایی به اینا گفت که آقا این قرآن رو بشینید بخونید، چیز خوب برش رو جدا کنید بیان به من بگید. یعنی خودش هم به عنوان یک ناجی مذهب شیعه خودش هم واسه نمیکرد بخونه ببینید توش چیه، بلکه میگفت برام بخونید بیارید بگید. این هم گفته آقا هیچی توش نداره اینا، هرچی ما خوندیم فقط جنگ و نفاق و فلان و بسار، آقا بندازشون بده کنن، این تموم بود. یعنی فقط مثلا اگه راجع به قرآن صحبت میشود مثلا اون دون خوان دو نخوان یک بخوان لبیک بکنه دو هم میشون کار ابراهیم تموم شد. حالا قرآن هم غیر یعنی آیه یعنی اونم یعنی خیلی خوب، حابیل هم یعنی این اون و قابیل هم یعنی اون تموم، به زبان خودش به کله خودش. ببینید من اینجا باید یه چیز خیلی مهمی رو بگم. انسان آزاد هر جور دلش میخواد فکر کنه، این آزادی فکره. ببین من این دفعه رفتم توی فروشگاه کپی شاپ این دوستم، خیلی وقت پیش 25 سال پیش بود. همونجا که واسه یه مردی اومد یه سری عکس‌ها رو چیده بود و اینا به هم دیگه چسبونده بود، یه چی درست کرده بود و داد و گفت از این 100 تا برام کپی کن. بعد این دوست من یه اشاره به من زد، من نگاه کردم به عکس‌ها دیدم
یه جا کله است، یه جا عکس شیره، یه جا دوم چیچی و یه زنی علامت ها و یه سری چیزا. بعد این دوستم که این آقا رفت گفت من خود قاطی کرده، بعد مثل که تحصیل کردن بود و چی بود و اینا. این هر دفعه میاد اینا تو تخیل خودش از روزنامه اینا میچینه و فکر میکنه با این کار داره نظم جهان درست میکنه. یه عکس میذاره پایین و یه ماشین میذاره بالا و عکس ریگان میذاره اون برای عکس اون یکی، بعد میاد و اینا تبلیغ میکنه میره تو خیابون پخش میکنه، فردا دوباره با عکسای جدید و اینا همش عجیب خودش میده. ولی آدم بی‌آزاریه. این کلمه مهمه. انسان ها میتونن یه ایدئولوژی داشته باشن، هر چی دلشون میخواد. کی کار داره به اینکه یه نفر مثلا از راه تفکر خودش به دون خوان میگه دو نخوان یک بخوان لبیک بگو دور کعبه به چپ دنبال من بیا بکنه. ولی وقتی انسانی با این تفکرات خودش دیگران میکشه پایین، میگه من که دارم میرم پایین من باید همتون رو با هم ببرم. امثال شمایی که دنبال کنکور آفتاری، امثال بنده که دنبال کنکور آفتارم، یک جماعت رو داره با خودش میکشه، اینجا اشتباه، اینجا انسانی نیست. انسان میتونه آزاد باشه ولی تو چرا داری با این تخیلات خودت، با این تفکرات خودت دیگران آلوده میکنی؟ چرا این کار میکنی؟ این کار انسانی نیست. تو مطمئن نیستی از این چیزی که اتفاق میفته. بابا چند بارم ازمایش کردیم، ما که همه جا دیدیم هر آنچه که ایشون گفت به واقع به هیچ چیش به وقوع نپیوست. همون وقتی که خمینی میگه که همه رو به نیستی میبره، بعد اینطوری میشه، بعد اینطوری میشه، ابراهیم اینطوری میکنه، اونجا اونطوری میکنه، مثلا اون رئیس جمهور که میادش افتاد مردش تو اون بهشتی به، یعنی اینجوری ما همش اینا هر کدومشون که میامدن میمردن اینا، مثلا ما میگفتیم این علامت رو ببینید، این که دیگه مرد پس الان دیگه اینطوری شد، پس داره علامت همه درست میشه. اینا همش بازی با کلمات بود، اینا همش تخیلات. آخه تخیلات ما بود، بازی با کلمات بود، تخیلات ما. اون تخیلات رو به شما القا میکرد ولی خودش داشت با بازی با کلمات بود. ببین یه نفر دیگه تو آلمان هست، من اسمشو نمیارم ولی دقیقاً من بهش میگم دیوونه، به خودش هم گفتم میگم دیوونه، شاید شما هم میشناسیش. این بابا دقیقاً همین کارهایی که استاد میرزایی کرد اینم همون کارا رو میکنه. میاد شعر میگه، با کلمات شعر میگه، بعد خودشو میذاره مثلا به جای اون، بعد به استاد میرزایی هم میگه ابی ابرام خلاصه میدونی میگم یعنی اثر گذاشته. میدونی بعضیا که آمادگی این اثرگذاری رو دارن گرفته، ولی یه سری هم مثلا شیادن، از این جریان سوء استفاده میکنن. یه سری همینجوری برای خودشون دارن این کارا رو میکنن، یه سری دارن میان از این جریان، از این کلمات، از این کلمه بازی ها دیگران رو میخوان فریب بدن. مسئله اینه که من و شما که الان داریم صحبت میکنیم، درسته که به ما به قول شما بد و بیراه خواهند گفت، عیبی نداره، ولی یک زمانی متوجه میشن که بابا این شیادها، ما یه زمانی میگفتیم اینا دارن با کلمات بازی میکنن، اینا دارن برای فریب مردم، نمیدونم این میاد از الف و ب و ر و اینا یه چیزایی میسازه که به خورد مردم یه چیزی بگه که خودش رو به یه شکلی غالب بکنه بر تفکر این جوانها و بتونه اینها رو به یه شکلی به قول معروف استثمار بکنه. این کاریه که من و شما داریم الان میکنیم و واقعیت ها رو باید گفت. و اون شخص هم که من گفتم تو آلمان هست، بهش هم من گفتم که واقعا اگه تو به این چیزا معتقدی، خب بیا صحبت کن، بیا بشینیم با هم صحبت کنیم، برای مردم هم بگو. گفت نه من این کار. گفتم پس ببین تو وجودش نداری، تو نمیتونی بیایی از خودت این قدرت رو نشون بدی که همچین قدرتی داری که حرف تو با مردم رو در رو بزنی. چرا؟ چون میترسی دچار انتقاد بشی، دچار این که اعتراض بشی و کاملا این دنیایی که برای خودت ساختی همش بریزه بیاد پایین. دقیقاً. شما این فیلم اونی که با گورد رقصید رو دیدی، فون کوین کستنر رو؟ آره. ببین اینا دو تا محور این دو تا در جنگ بودن و همه داشتن از گرسنگی، از بیماری، تو اون طرف جنگ بود، این طرف جنگ بود، هیچ که میمردن و نفرین و ناله و داغون میشدن، هیچ کس هم حرکت نمیکرد تا اینکه این کوین کاستنر یوهوی قاطی میکنه، میپره روی اسب و فیلم شروع میشه.
یوهو میره بیرون و اینا میزنن بیرون که اونو بزنن، اینا میزنن اون یکی، بالاخره این جنگ خاتمه پیدا میکنه. یعنی مسئله اینه که الان حرکتی که داری ما میکنیم عین داستان این فیلمه. یعنی ما دیدیم آقا 40 ساله اینا دارن همه درجا میزن، گفتم بابا میدونی چیه، بذار بریم بیرون یه گوله میخوریم دیگه، چی میشه؟ میریم بیرون ببینیم چی میشه. حالا جلیزاده پرید بیرون گفت آقا این درست نیست. من خیلی وقت دارم این حرفا رو میزنم، منتها نمیذاشتن صدا بیرون بیاد. من اون زمانی که این حرفا شروع کردم خیلی وقت پیش بود، هر کدوم این شاگردای قدیم من زنگ زدن صحبت کردن گفتن حسین تو نگو فلان بسار خودت خراب میکنی. گفتم چی رو خراب میکنم؟ همین الان میگن، همین الان خیلی‌ها میگن. آره میگن تو اینطوری خود خراب. گفتم بابا من اعتراف میکنم به دروغ گفتنم در اون زمان، به قلوف کردنم در اون زمان، به این که همه مردم فریب دادیم که به این راه برن در اون زمان. میگم این یه چیز خیلی که یعنی همش دست‌نویسای خود آقای میرزایی و این حرفا، ما داریم خودمون اعتراف میکنیم. من که دارم میگم با ما اشتباه کردیم، بله ما اشتباه کردیم، 100 بارم میگم ما اشتباه کردیم. به چه زبانی دیگه بگم؟ منتها اینجا همینی که گفتم متاسفانه در تو این داستان هستش که هر کسی میاد و نه کنترلی هست نه چیزی هست، دو تا خط میزنه. وای به اینم که خب ایرانی هم مثل بدنشون خوبه، یارو یه دونه ضربه یته میزنه شاید هم بتونه 180 بزنه، همه دورش جمع میشن میگن آقا چه خبره، 4 تا از این کلمات جمع میکنه به خود به چی بشون از این حرفا، انگار تو جمعوت نمود بدونم. یارو میگه بابا یه خبریه، هیچ کی نمیگه این چی داره میگه، هیچ کسی سوالاتو نمیکنه. من این برق لحظه بزنم الان. و تا وقتی هم که این 1 میلیون آدم، تا وقتی هم که این 1 میلیون آدم، من نباید برای 30 سال بیام بگم آقا سوال کنید بگید آقا قبوله. همینایی که الان میگن آقا ما با آقا رابطه داریم، همینایی که میگن ما جزء علم حق و عدالتیم، با آقا نوشته ها، بالاخره اینا رو بچسبن. بگو آقا جون میدونی تو اون تلفن درار یه زنگ بزن بگو آقا این محصول این راه چیه، محصولش چیه، خط مشیش چیه. یه جوون چندین سال پیش نوشت که دیدی شما حیف شد که کافر شدید و رفتید و اینا. گفتم لا چی بگم اصلا، کافر شدید و رفتید. گفتم حالا من بهش گفتم جوون یه سوالی مردم میکنم. گفت بفرمایید. گفتم اگه فردا یه جوون عادی بیاد بگه آقا من میخوام در گروه شما، ببینید اگه شما فردا وارد گروه مجاهدین بشی، گروه توده‌ای بشی، گروه حزب الله بشی، هر گروهی وارد بشی، اینا یه خط مشی دارن. یارو مسلمان حزب الله میگه آقا میدونی چیه، تو آشورا تاشور بر سر به تو سر بزنی، برای چی گریه کنی، برای حسین گریه کنی، برای حسن گریه کنی، از این حرفا و اینطوری بکنی. این خط مشی، حالا هر چی هست به خودش مربوطه. اون یکی هم خط مش داره. گفتم اگه فردا جوونی بلند شه بیادش بگه آقا من میخوام از فردا طرفدار پروفسور ابراهیم میرزایی بشم، من باید فردا صبح چیکار کنم؟ جواب تا 4 روز نیومد. بعد از 4 روز اومد که شما نمیتونید ایمان من بگیرید. معلوم بود خیلی با خودش جنگیده. گفتم من که چیز نمیخوام بگیرم، ولی این سوال واقعا جالبه که آقا اگه من فردا بخوام عضو این راه بشم، عضو این مکتب بشم، چی کار باید بکنم پس فردا؟ میبینی شما یه سری بهت نوشته میدن که جز طاعت و بردباری و سر و پایین بندازی و پرستش این فرد چیز دیگری نیست. گر به خود آیی به میرزایی رسید به خدا. یعنی این آخرش بود. بعد ما بخوام این پرستش هم بکنیم، بعد خب که چی میشه بعدش؟ چی میشه؟ آیا اون گرسنگان ایران، اون فقیران ایران، این حرکت انقلابی در درون این پرستش کجاست؟ به چه درد میخوره؟ این حرف‌ها به چه درد میخوره؟ این حرف‌ها در عمل تا حالا این حرف‌ها تا به حال چه گره‌ای رو از تو زندگی مردم باز کرده؟ هیچ کس. چه گره‌ای؟ این همه شعار داده شده ما تو یعنی من و تو بیا ما بشیم، تو تا یعنی تو بیا ما بشیم. خب ما بشیم که چیکار بکنیم؟ چی بشه؟ همین که چی بشه؟ که الان من همیشه گفتم الان شرایطی که ما باید ما بشیم به یه شکلی بتونیم در مقابل این ددمنشی که تو زندگی ما اومده، حکومتی که داره خون ملت رو میخوره، یه کاری بکنیم. خب چه کار کردید شما؟
ببین من اینجا یه چیزی نوشتم خیلی جالبه. یکی از یاران چند وقت پیشا در یه صحبتی در همین یه صفحه دیگه با یک دوستان میگفت که ما که نفهمیدیم کوانت چیه، انرژی زمین به آسمان، ما اینو میبریم میدیم به نسل بعدی که اونا هم برن صاف بیفتن کف چاه، شاید اونا بتونن پیدا کنن. آقا خود بنیانگذار این راه گفت بابا جان هیچی نبوده، هیچ خبری نبوده، برید بیرون، برید دنبال کار زندگیتون. حالا اینو میگم ما که نفهمیدیم انرژی از زمین بگیریم به آسمون بدیم، پایین بدیم، بالا بدیم، فلان بشه. اینو که ما نه فقط ما نفهمیدیم، نسل قبل ما و نسل قبل ما هم نفهمیدن، بعضی هم که اصلا فوت کردن رفتن. حالا ما چون اینو نمیفهمیم، ما اینو میبریم میدیم به نسل بعدی که اونا باش برن کف چاه، شاید اونا پیدا کنن. بابا نکنید، جان اون کسی که دوست دارید نکنید، این نوشته ها رو بیرون ندید. میگم تمام این، من کل اساسنامه دانشکده و اینا پیشمه، تمام اینا دانشکده اساسنامه نداشت. اینو من تو دانشکده بودم، اینایی که میگن در دانشکده اساسنامه شو، هیچ یه سری صحبت‌های ایشون کرده بود، اینا رو آورده بودن کردن کپی کردن، با دست نوشته بود یه چیزایی نوشته بود. ولی اساسنامه رو که اونجوری نمی‌نویسن. اساسنامه رو میان میذارن زمین، میذارن جلوی مردم، برنامه‌هاش از پایین تا بالا رو روشن میکنن. با اون میان اساسنامه، نه اینکه یه حرفی اینجا زده باشه یه حرف اونجا زده باشه، اینا رو بیان سرهم بکنن، با کلمات بازی کنن، بگن اساسنامه. عزیز ببین یه چیزی که اصلا خیلی همیشه بود، من همیشه گفتم سیستم ما فقط هرج و مرج بود. بیمارستان انرژی و تمره ما هرج و مرج کنی، شلوغ کنی، در این روزه همه جمع بشن، یک جماعت زیادی هرج و مرج. مثلا دیدار من با سفیر ترکیه شد یه سری کاغذ که همش هم هست و اول میتونم براتون پست کنم. دیدار سفیر امام زمان با سفیر جمهوری اسلامی، هرج و مرج، تپ بزنید شلوغش کنید. یعنی این سیستم شلوغ کردن و اون بالا موندن، این سیستم اصلی این راه بود. همونطور که خود ایشون هم میگفت، به من میگفت الان اسم تو اون بالا بهتر پیاده شی، همیشه اونجا بمونی، اون بالا میمونی. ولی اینا نمیدونستن که یک زمانی میشه چون این راه پی نداره میریزه این داستان. مثل همین روزی که من شما نشستیم میگم آقا چی؟ ما اومدیم میبینیم این راه پی نداره، جریان چیه؟ مسئله اینه که تا وقتی که ما این گونه فکر میکنیم همش داستان هرج و مرج. مثلا یه برگه خیلی لاغری بود، یه روزی به فاصله 7-8 متری داشتیم هم دو کاغذ رو میگشیم، این مدرک پروفسورای منه، پروفسوری همین تنبروان منه، آقا نگاه کن خودش کن. یعنی یه مدرک پروفسورای انقدر نازک پازل، ما هم خب ساده نمیدونستیم، جوون بودیم. ولی اثر این داستان چی بود؟ تا حدود 2 ماه هر کسی رو ما دیدیم، آقای صراف شاهد، من مدرک پروفسورای خودم رو خورد کردم، ما هم باید کلت کنیم. تا هر که میدیدیم، حالا بقال، چقال، قصاب، هر که میدیدیم، من مدرک پروفسورای خودم رو خورد کردم. مسئله فقط جار و جند راه انداختن بود، مسئله چیز نبود که بشه عملش کرد بدش. حالا این حرف رو به اینجا رسوندی. من توی صحبت ها هم قبلا تو ویدیوهای قبلا هم که اعتراض داشتم سوال کرده بودم به همین مسائل بود که مثلا ما تو باشگاه پهلوی ایشون اون مدرک لژیون دونور رو زده بود به دیوار. بعد من اومدم رفتم مثلا تو شما بری الان تو سایت این لژیون دونور ببین همه کسایی که از اون ابتدا که این تشکیلات درست شده اسمشون اونجاست، اسم ایشون نیستش. و من اینو پرسیدم و یه سری شروع کردن علیه من جبهه گرفتن، یا داری بی حرمتی میکنی، داری بی احترامی میکنی. چرا اگه من بخوام این چیزی رو بپرسم میشه بی حرمتی، میشه بی احترامی؟ یا مثلا صحبتایی که راجع به اون هیئت 11 نفره گفتش، یا مثلا صحبتایی که ما سر کلاس میشستیم ایشون به چینی صحبت میکرد با ما و اینها. بالاخره اینا رو من بعد از 48 سال من میشینم اینا رو دوره میکنم، اینا رو تو تفکرات خودم میارم. خب چرا به این شکل بوده؟ چرا الان ما به این نتیجه رسیدیم که اینها واقعیت نداشت؟
و من طی این سال‌ها اینا رو اومدم به کلاسام گفتم، به بچه‌ها گفتم و اونها رو وادار کردم که این واقعیت‌ها رو این صحبت‌ها رو به عنوان واقعیت قبول کنن و الان خب احساس می‌کنم که در حق اونا من احجاف کردم، بهشون چیزایی گفتم که واقعا واقعیت نداشته. و اگر پرسیدم از دیگران که اگه شماها مثلا شما که باش در ارتباط بودی، آقا راجع به رژیون دونور ایشون صحبت کرده، راجع به هیئت 11 نفره صحبت کرده، راجع به زمانی که مثلا تو چین بوده نمیدونم با لیانفو کار کرده اینا صحبت کرده، اینا چی بوده؟ اینها رو برای ما خب ببینید. پس این من وقتی که من میام میگم که اینا همش صحبت‌های تبلیغاتی بوده برای خودش، برای حالا سبکش، برای کاری که داشته میکرده، خب دیگه به من خورده نگیره. من به این نتیجه رسیدم و واقعیته و انتظار نداشته باشید که من بیام صحبتایی که قبلا گفتم دوباره تکرار بکنم و شما رو فریب بدم. ببین دوست من مصطفی جان، ببین یه چیز هست اینجا، متاسفانه هر کاری ما بکنیم ما به عنوان دشمن یارومه، دشمن راهبر، دشمن اینا خطا میشیم. همیشه به ما اینو میگن، حالا چه ما بخوایم چه نه. من در اینجا یه چیزو میگم، به اون چیزی که باورت میشه من قسم میخورم، به هر چیزی که من بودیستم، به هر چیزی که در اون خلقت و کائنات من قسم میخورم. من یک ذره کینه شخصی ندارم. ببین من رزمیکارم، یه مشت تو سرم بخوره که آخه مگه میشه؟ من یه عمر اینجا واسطادم، گردن کشی میکنن، میان میرن از سبکای دیگه، ما میزنیم اونا میزنن، من تمام انگشتام خوش 16 بار این دست خورد شد. من کاری به حرفا ندارم، من آدم مبارزه بودم، من آدم بودم که میزدم و میخوردم. مهم اینا نیست. من همین که تو چین رفتم اولین باری که استاد تاچی میدم کل کردم، بذار ببینیم چیکار میکنه، فشار بدون. من شنیدم تاچی کارایی میکنه عجباری، پررو بودم، بیادب بودم. یعنی ببین من اینقدر ناراحتی از این که ایشون منظر تو چشش، حالا ایشون میخواد انتقام بگیره. نه بابا نه، من هیچ مشکلی با این مسئله ندارم. میگم ما رزمیکاریم. دومین مسئله، آیا به خاطر اینکه میخواست به قول من بفسدید ایران که اعدامت کنن اینا میخوان انتقام؟ نه اصلا نیست. من به اندازه کافی یک روح کلی من حفاظت میکنه. حالا حفاظت کرد و از این داستان به قول معروف در اومد. من الان یه سوالم اینه، آقای میرزایی شما چی میخوای از زندگیت؟ هر انسانی باید این سوال خوش بکنه. این آینه غبار گرفته هر یک نفر ماها باید یه بار بگیم میدونی چیه؟ تو آینه دیدن کار بسیار سختیه. هر کسی باید این آینه رو یه بار پاک کنه، بگه من حاضرم نگاه کنم. من سوال از اینشون میکنم، میگم آقا چی میخواستی؟ از این همه بالا پایین پریدن، از میخواستی واقعا امام زمان این ملاها بشی؟ این آرزوت بود؟ من آمادم فیلم یمه 2 که چی؟ من حاضرم با آقای جلیزاده و بقیه فیلم یمه 20 رو درست کنیم، ولی با چه سیستمی، با چه سندی؟ چی میخوایی؟ ما دیگه اون صرافی‌های قدیم و بچه‌های قدیم نیستیم که سرشون بشه کلاه گذاشت. به قول آلمانیا ما گربه تو کیسه نمیخریم، باید ببینیم گربه چه شکلیه، چی کار میتونه بکنه. الان زمان ما ساده بوده، هر چی میگفتن سرمون میرفت و انجام میداد. برو بزن تو دهن برو بزن باش. اون بچه بدبخت فیلمو بردارن برن جماعه اون که بره. ولی الان دیگه این دوره نیست. ما میخوام بدونیم چی کار میشه کرد. شما چی میخوای و چی میخواستید اصلا؟ این سوالیه. یه سوالیه که بایستی این میگم من نباید برای 30 و چند سال بیام این سوالو من بکنم. اونایی که تو ایرانه، اونایی که دنبال ایران، اونایی که یارو اونایی که راهبر میگن، اونایی که میگن خط مشی فلانه، اونا باید بگن آقا چی میخواستی شما؟ آقا کسایی که دارن سنگ ایشونو به سینه میزنن اصلا ندیدنش. ببینید فقط روی گفته ها، روی نوشته ها دارن یه همچین کارایی میکنن. ببین یه چیزی من بگم خیلی خنده داره. ایشون وقتی که ما اون شبی که سبز کامل گرفتیم یه انتوایی رفت. خب بعد قبل از اون انتوا یه مقدارم ما فعالیت کرده بودیم و تمرین کرده بودیم اونا، چون شال قرمز رو یه گره میزنن
بعد این چون یه گره داشت، این شاله اومده بود جلوی بدنش، موقع حرکت اومده بود جلوی بدن. بعد اون اناتومایی که داره کار میکنه شاله کاملا جلوی بدنشه. حالا این بدبختا، اینایی که به اصطلاح فقط به چشم و فقط مثل میمون تقلید میکنن، همه میان شالو از جلو میبندن، از این جلوی بدنشون آویزون میکنن که مثلا مثل اون بشه، در صورتی که اصلا بستن شال تو کنفتابا این بود که 3 سانت از بغل هم بره به عقب‌تر که این شال وقتی که ضربه میزنی به صورت نخوره. منظور این که چقدر اینها فقط به چشمشون اعتقاد دارن، به گوششون اعتقاد دارن، که بدون اینکه تفکر کنن، بدون اینکه به این مسئله واقعا برسن، فقط روی دیدن و فقط روی شنیدن میان زندگیشون رو بر اون بنا میکنن و شروع میکنن. بعد چقدرم معتقد، چقدرم نسبت به این جریان معتصب، تعصب هم دارن که نباید حرفی زد، نباید کاری کرد، نباید به اصطلاح به این شکل و اون شکل باشه، میدونی؟ و اگه کسی میاد معترض بشه، کسی سوال میکنه، کسی میخواد یک مسئله ای رو باز کنه، آشکارش بکنه، همه میرزن سرش که شما کافری، شما یهودایی، شما این هستی اون هستی. میدونی اینا مشکلاتی که وجود داره دیگه. این وجود داره. متاسفانه این مشکل اساسی اینه که این ملت چرا اینقدر تحت فشارن، اینقدر تحت گرسنگی و بدبختی هم، برای اینکه هیچ کس هنر سوال. البته نه اینکه بگم واقعا بعضی رو من نگاه میکنم، حالا میخواد شاعرها باشن، میخواد اینا، واقعا من میگم بابا ای والله چه دلی دارین، میتونین شرایط میرید چه حرفایی میزنید، ما اسممون رزمیکاره. بابا اگه رزمیکاره، من اگه والا اونجا بودم که تا حالا 100 بار اعدام شده بودم. ولی کلا اینایی که اینقدر از رسم و عدالت و چی بابا تو چطور میتونی تو خیابون یارو میاد سر دختر بدبخت میکنه تو کیسه میذاره تو ماشین میزندش به خاطر موهاش رفته عقب، تو چطور میتونی تحمل کنی؟ چطوری با این هنر رسم نمیری جلو 4 تا فک بشکنی؟ چطور شما میتونید همه تحمل کنید؟ والا اینا مسائلی که مثلا میمونم میگم به چه درد میخوره هنر، به چه درد میخوره وقتی که آدم تو کشوری باشه 100 تا بهش عینک آفتابی هدیه بدن که اصلا اون کشور آفتاب نداره. آخه شما این حرفو میزنی به مردم داری میگی، من دارم میگم خود در رأس هرم که این همه سال به ما این صحبت‌ها رو کرد، این همه چیزا رو گفت، الان چرا خاموشه؟ الان که تو این شرایط هست چرا دستی بالا نمیزنه؟ نمیگیم بیاد وسط میدون، لاغر یک پیامی بده، یک صحبتی بکنه، دل منو گرم کنه، یا دل اونی که تو خیابونه گرمش کنه، که بدون کسی پشتوانه داره، یک کسی میفهمه کارشو. اگه کنفوتاوا اون جریانی بود که صحبتش بود که ما مشتمون نشونه قدرت برای صلح، برای اینکه بتونیم مملکتمون رو آزاد نگه داریم، برای اینکه بتونیم مردممون رو آزاد نگه داریم، الان چه حرفی برای گفتن داره؟ هیچی. ما این رفت اینو با که این بچهای علم حق و عدالتی ها بودن، هم کی بودن؟ گفتم ایشون، گفت چرا؟ ایشون گفته آخوندهای شیطانی. گفتم نه بابا قبول نیستید. بابا گفتی آخوندهای شیطانی؟ این تمام کاری که تونستیم ما بکنیم. ایشون گفته آخوندهای شیطانی. حالا الان گفته آخوندهای شیطانی. اون زمان که رفت خونه خمینی و برگشت گفت خمینی رو من انسان آزاده ای دیدم و نمیدونم حالا در زجر بوده و از این حرفا، بعد که حالا الان میگه آخوندهای شیطانی، چرا نمیاد بگه اون موقع که من این حرفو زدم به این دلیل گفتم، یا اشتباه کردم، یا عذرخواهی میکنم؟ چرا نمیاد همچین حرفی بزنه؟ مگه نیومد از خمینی تعریف کرد بخواد که میخواست رئیس جمهور بشه؟ چرا اون تعریفو از اون دجال، از اون آدمخور، از اون آدمکش اومده تعریف کردی؟ حالا چرا نمیای بگی مثلا من اشتباه کردم؟ خمینی که آدمخور بود، نه آدمکش، آدمخور بود. خمینی به خانواده خودش هم رحم نمی‌کرد اگه می‌خواست برای اون طرز تفکری که داشت یه کسی بخواد دست دراز بکنه. میدونی یک آدمخور بود. این متاسفانه برمیگرده به همون جهانبینی که گفتم. ببینید اون زمان همین میرزایی میگفت که همگان برگن، برگای اینایی که شما میبینید همه شکل آدم ها. اینا آشغال ها، اینا مثل برگ میمونن، میان و میرن. اینا برگای مثل یک دوره میان و میرن. اینا هر کسی که فعلا که موندن، فعلا حسابی هم موندن.
احمد جان ما وقتمون تمومه. موافق باشید. امیدواریم که این حرفا هر کسی برای خودش نتیجه گیری کنه. ما نمیگیم بیاید این باشید، نمیگیم بیاید اون باشید. خودتون نتیجه که باید تو مغزتون بگیرید. سپاسگزارم عزیزم. خیلی متشکرم.